سلام دوستان عزیز، چطورید؟ خوش اومدید به اولین لانگ ویدیوی من در یوتیوب. امروز اومدیم با ویدیوی بررسی کارت های ایونت گلوریس ایراس که بگیم با شات چه بازیکن هایی بیارید تو تیمتون و چه بازیکن هایی به دردتون میخوره. خب بریم سراغ ایونت ببینیم چه کارت هایی هستن که به درد تیمتون میخورن. اگه کامنت های این ویدیو به 20 کامنت برسه پارت 2 رو فردا براتون آپلود میکنم. میریم تو بخش گالری. هفته اول از بخش گلرها شروع میکنیم که کارت اشمایکل رو داریم که گلر نسبتا خوبیه ولی به درد نمیخوره دیگه. اوورال 112 اوورالش هم پایینه، میتونید نگه دارید چارداتون رو این ایونت که نه ایونت بعدی گلر خوب بیارید. کارت اشمایکل خوب نیست. کارت دودک رو داریم که آمارش خیلی خوبه، همه چیز داره، البته قد نداره. گلری که قد نداره فقط گل میخوره مفتی. من با دودک جلوش بازی کردم گل میخورد فقط. بعد تو هفته دوم که بخوایم بریم لود شه، تو هفته دوم تو گلرها کارت ایکر کاسیاس رو داریم که آماری از همه گلرهای بازی به جز اولیور کان امضا جلوه، همه کارتا جلوه. ولی میدونی که الان کاسیاس مثلا قدش 185 و میبینیم که ایکر کاسیاس قد نداره، پس در نتیجه اینم گل مفت میخوره. پاورا رو میخوره، فینس شات میخوره، مفتی گل میخوره دیگه. کاسیاس اصلا قد نداره. بعد بیایم تو هفته سوم که هفته بایر مونیخه. کارت اول اولیور بوینامان چی اونو داریم، اولیویر باینومان. کارت اصلا خوبی نیست، نه قد داره نه آماری، هیچی نداره. کارت اولیور کانو داریم که قدش نسبتا خوبه 188 ولی اینم چون قدش کوتاه اینم راحت گل میخوره. اصلا به دردتون میخوره بیارید تا. ولی اون شاردی که این میخواد الان جلوتر بهتون یه گلری میگن که اونو بیارید بیمه اید تا 1-2 سیزن آینده. بیمه اید، ایونت نه سیزن بیمه اید. اینجا کارت اونانا رو داریم که بدبخت تو بازی هم کارتش خوب نیست. اونانا اصلا خوب نیست، به هیچ عنوان نیارید. و اما گل سرسبد بازی اینجا کارت کیو داریم آقام؟ جوان لویجی بوفون قد داره، بوفون آمار داره، بوفون همه چی داره. یعنی شما بوفون رو بیارید بیمه اید، همه رو میتونید 50 ستاره بشید، FC چمپیونز کنید، هر کاری دلتون میخواد با بوفون میتونید انجام بدید. البته تا وقتی که وندرسار بیاد. خب دوستان از بخش گلرهای بازی که بگذریم میرسیم به دفاعهای بازی. دفاع اول تورامو داریم. تورام فوق العاده است، سرعت داره، دفت داره، فیزیک داره، قدش هم کمه ولی خوبه. بعدش کارت کاناوارو رو داریم که اصلا نیارید، اصلا به درد نمیخوره کاناوارو چون قد نداره. 1000 تا شارت داری کیلینی بیار، کیلینی بهتره، قدن داره، تو هدم کمکتون میکنه. کارت کیلینی از کارت کاناوارو بهتره. بعد کارت کیلینی واقعا فوق العاده است، دفت داره، فیزیک داره. بعد کارت بارزگالیو داریم که کارت نسبتا خوبیه، بدک نیست، دفت داره، فیزیک داره، پیسش هم بدک نیست. 650 تا هم شارت بیشتر نمیخواد. بعد لوسیو رو داریم تو بخش بایر مونیخ. لوسیو همه چی تمومه. لوسیو شوت داره، پاس داره، دریبل، فیزیک، همه چی، پیس، هد میزنه، هر کاری بخواید لوسیو واسهتون انجام میده. لوسیو کارتش واقعا فوق العاده است. بعد میریم سراغ بخش ریال مادرید. تو بخش ریال مادرید هم کارت چی رو داریم؟ فرناندو هیرو داریم. اگه بالا بیاد بله کارت هیرو رو داریم که نسبت به کارت
بارزگالی بهتره، شارداشون فکر کنم یکیه. آره ولی فرناندو هیرو خیلی بهتره. تو هفته اول که اگه بالا بیاد، هفته لیورپول کارت جیمی کرگر رو داریم. کرگر کارت خیلی خوبیه، درست سرعت نداره اینا، ولی من جلوش بازی کردن دیوار بود، رسما دیوار درجه یک. هم تو ورس من اذیت میکرد، هم تو هد تو هد من اذیت میکرد، خیلی خوب بود کارتش. بعد جیمی کرگر اینجا سیوی دیگه فکر نکنم داشته باشیم. میریم سراغ کارت لفت بک. کارت میلوش کرکز رو داریم، سرعت خوبی داره. اینجا کارت اندری رابرتسون بازیکن لیورپول هست رو داریم. این کارت به درد نمیخوره، کرکز به درد بخورتره، چون وقتی شما میخواید دفاع چپ بیارید باید پیسش بالا باشه، پس به درد نمیخوره. کارت جوان آنری ریسر رو داریم که فوق العاده است، همه چی داره. ورک ریت هاش هیج میدیمه، اتکش هیج، دفش میدیمه. بعد تو بخش رئال مادرید که لفت بک نداریم، ولی تو هفته سوم که بریم لود کنه، هفته بایر مونیخ کارت بیکسنت لیزارازو رو داریم. لیزارازو فوق العاده است. اگه یه لفت بک میخواید تو دفاع باشه کمک کنه، لیزارازو بیارین. اگه میخواین تو حمله باشه کمک کنه، کارت ریسر. همونجور که میبینی ورک ریت اتکی لیزارازو میدیمه، دفش هیجه و ریسه دقیقا برعکس این. اگه میخواین تو دفاع کمکتون کنه لیزارازو بیارید، اگه حمله کمک کنه کارت چیزو به ریسه رو بیارید. کارت لیزارازو واقعا فوق العاده است، پیسش هم خوبه، بدک نیست. بعد تو بخش یوونتوس هم لفت بکی نداریم، نه تو یوونتوس. دوباره برمیگردیم سر ورق اولمون. تو اینجا ما رایت بک نداریم، من میخوام رایت بک ها رو بگم. ما اینجا رایت بک نداریم. تو بخش لیورپول دفاع راست نداریم ما. تو بخش اگه بیایم هفته دوم، اینجا اسکمترین الترین کارتا رو تو بخش رئال مادرید داریم. بخش رئال مادرید الترین کارت بازی یه دونه کارباخاله که اله بیاره، آماری فوق العاده است ولی اله. چرا؟ چون 600 تا شارد میخواد، پس به درد شما نمیخوره. 113 600 تا شارد اله. بعد اگه بیایم بیاره اینترنت مخابرات هم که ضعیفه طبق معمول، لود کنه. رایت بک نداریم تو بخش چیز بایر مونیخ. گل سرسبد تو یوونتوسه، سبده درجه یک عالی. کارت کیو داریم؟ جیان لویچا زامبروتا. ببین زامبروتا بذاری استی هم واسه بازی میکنه، اسکیل داره، ویک 5 داره، ترتس داره، شوت داره، دف داره، پیس داره. پست اصلیش رایت بکه ولی مکسش کنید لفت بک هم بدون کسیوور واسه تون بازی میکنه. ورک ریتاش هیج، استرنجش 115، اگریشن 127 داره. فوق العاده است این کارت، یعنی بگیر فقط لذت ببر از کارت زامبروتا. اسکیل 4 هم داره، دریبل هم میزنه، ورک ریتاش هم که گفتم هیج. لانگ شات داره، با لانگ شات یا لانگ پسر اگه اشتباه نکنم. کارت خوبیه، فوق العاده است تو بخش خودش. اگه از کارت دیگه رایت بک تموم شد، رایت بک تو بازی نداریم. میرسیم به بخش هافبک ها. سی ام البته هافبک دفاعی. الان بخش کارت سی دی ام
تو CDM ها وارد بخش بایر مونیخ که بشیم، کارت جاشوا کیمیچو داریم که فوق العاده است، ایراد نداره، فقط ایرادش اسکیل 3 که ببین فینس شات داره، لانگ شات داره، لانگ پسر داره، میدیم هیج، دریبلش رولت، پلی میکر داره، فوق العاده است. اسکیلش 3 شما با CDM نمیخواید دیلیپ بزنی، خب 800 تا شاردم میخواد که بدک نیست، فوق خوبه. کارت جاشوا کیمیچ خیلی خوبه، دفاعی فوق العاده است. اگه مکسش کنی فکر کنم رایت بک هم بازی میکنه جاشوا کیمیچ، ولی به درد نمیخوره چون پیسر خیلی زیادم. کارت کلودیو ماکلله رو داریم اینجا. ماکلله کارتش خوبه، 650 تا شاردم بیشتر نمیخواد واسه 114. پیسش بدک نیست، دف داره، فیزیک داره، همین. اسکیل 3 داره، ویک 3 داره. این از اون CDM هایی که فقط میشنه دفاع تا خرخره واسهتون دفاع میکنه. و یک گل سرسبد CDM هم داریم تا هفته اول که میشه هفته لیورپول، اگه بالا بیاد هفته لیورپول میشه. اینجا کارت ژابی آلونزو رو داریم که من خودم توی تیمم دارمش، مکسش کردم، فوق العاده است. پسینگ دادم بهش 201 شده پسینگش، فوق العاده است. الان کارت ژابی کارتش خیلی خوبه، اسکیل 3 ایرادشه که شما نمیخوای که با CDM دیریب بزنی. من CM هم بازش دادم، جواب بود تو CM هم واسه من جواب میداد. شوتاش خیلی خوبه، با اینکه شوتینگش کمه ولی شوتاش خیلی خوبه، پیسش خوبه، دف و فیزیک زیاد نداره ولی پسینگش فوق العاده است. 201 پسینگش واقعا فوق العاده است. هیچ ایرادی نمیتونید شما از کارت ژابی آلونسو بگیرید. بعد یه CDM دیگه هم داریم به نام خاویر ماسکرانو که 500 تا شارد نمیخواد، بیشتر نمیخواد، واسه 114. ماسکرانو هم خیلی خوبه، دفندینگ داره، پاسینگ، دریبلینگ، پیسش خوبه، اسکیل 3 داره، ویک 3 داره. ماسکرانو هم کارتش بدک نیست نسبت به شاردی که میدید، میدیم هیج هم هست، خوبه نسبت به شاردی که میدید. بریم هافبک ها، برناردو سیلوا رو داریم اینجا که درجه که اصلا به درد تیم نمیخوره. مکالیسته داریم، ویک 3 داره، اسکیل 3 داره، بندازید دور. بعد اینجا کارت چیزو داریم، دریکویتو داریم، پیسش فوق العاده است، شوت داره، همه چی داره، فقط اسکیلش 3 اگه با اسکیل 3 کنار بیاین فوق العاده است. کارت بی‌نظیریه، دریکویت خیلی خوبه. بعد دریکویت کارت استیون جرارد داریم که من خودم باش هارد آوردمش، محشره، گذاشتم CAM بازیش میدم، فینس میزنم، لانگ شات میزنم، همش گله، از هر جایی میزنم درست میره تو گل، فوق العاده است. هیج ویک 4 داره، اسکیل 4 داره، استامینا تا خرخره خوبه استامیناش. بعد میایم تو هفته دوم، اینجا دیوید بکام RM داریم که مکس CM بازی میکنه. معمولا هیچکی LM RM زیاد بازی نمیدن، هافبک بازی میدن. کارت والورده رو داریم، اسکیل 3 داره، آمار نه چندان خوب داره، 800 تا هم شارد میخواد، یعنی شما با 800 تا شارد میتونی 3 تا 113 اینا بیاری فکر کنم تقریبا. کارت گوتی رو داریم که گوتی خوبه، پسینگش خوبه، گوتی رو میتونی بذاری، ویک 3 داره البته ولی گوتی رو میذاری فقط پاس بدی لذت ببری. کارت دیوید بکام رو داریم که محشره، فینس شات، همه چی داره دیوید بکام، پیسش فوق العاده است، یکم دفندینگش ضعیفه که هافبک مهاجم طوره دیوید بکام. اینجا که هافبک خاصی نداریم. وارد بخش بایر مونیخ که بشیم، کارت شواینشنایگر رو داریم، باستیان شوانشنایگر، البته اگه بالا بیاد که اومد. کارت باستیان شوانشنایگر رو داریم، فوق العاده است، ویک 4 داره، استامینا تا خرخره، اسکیل 4، پیس، شوتینگ، دفندینگ، هیج، لانگ شات داره، لانگ پسر داره، فوق العاده است. یک کارتی هم داریم زیروبرتو، استامینا تا خرخره، اسکیل تا خرخره، ویک 4 هم داره، CM میزنه، LB میزنه، LB میزنه،
همه جا جواب میده بهتون بجز لفت وینگ که یکم شوتینگش پایینه و چون پا چپ وینگ چپ بازی میکنه به دردتون نمیخوره زیاد. البته قابل استفاده است ولی به درد نمیخوره. هیج هم از فوق العاده است روبرتو. لفت بک هم کارو در میاره، هاف بک هم بذارید کارو واسهتون در میاره. فوق العاده است روبرتو. این کارتو بگیرید واقعا لذت ببرید از بازی. من خودم قبلا زیروبرتوی توتسو داشتم، اون نسخه 108ش اون زمان فوق العاده بود خدا وکیلی، ولی اون ویک 3 داشت ولی خیلی خوب بود. هفته 4 که بیایم کارت اشتباه نکنم مارکیزیو رو داریم. بله مارکیزیو رو باز کنیم. البته اشتباه هم بارزگالی باز کرده. مارکیزیو رو باز کنیم. مارکیزیو هم کارتش بدک نیست، دفاعی طوره تا حمله، خیلی خوب نیست کارتش. آماری بدک نیست، به درد تیم میخوره. میدیم هیج، لانگ شات داره، لانگ پسر داره. این یه به همه یه لانگ شات و یه لانگ پسر میده، میگه برید لذت. کارت تورامو داریم ویک 3 داره، اسکی 3 داره، ال خالص، ال درجه 1 اصلا به دردتون نمیخوره. بعد خدمتتون عرض کنم که همین دیگه. خوشحالم که تا اینجای ویدیو با ما بودید. اگه حمایت بشه 20 تا کامنت بگیره پارت بعدشو فردا آپلود میکنم که میشه اتاکرها. تمام. خداحافظ.